مقدمه. درس اول بخش 1. برای آموختن یک زبان جدید به چه چیزهایی نیازمندیم؟ فراگیری یک زبان جدید مستلزم آموختن مفاهیم مختلف می باشد. آنچه در ابتدا به آن فکر می کنند واژگان جدید است. در سوئدی واژگان فراوان بین المللی وجود دارد، شبیه به زبانهای دیگر مانند هتل، بانک، استاخون، توریست، رادیو، تلویزیون که بیشتر تلویزیون را همون تیوه گفته میشه تو زبان سوئدی و غیره. اما شباهت واژه‌های روزمره سوئدی به زبانهای دیگر کمتر است. مثلا وارا به معنی بودن، ها به معنی داشتن، فو به دست آوردن و گرفتن، ی دادن، داگ روز، تید وقت، اور سال، هوس خانه، پویکه پسر، فلیکا دختر، که فقط در زبانهای نزدیک به سوئدی مانند آلمانی و انگلیسی میتوان شبیه آنها را یافت. به هر حال آموختن لغات جدید بسیار وقت میگیرد. تنها برای مکالمات ساده روزانه نیاز به چند هزار کلمه است. برای فهمیدن متن روزنامه باید حدود 30,000 کلمه یاد گرفت. معنای یک کلمه را گهگاهی میتوان حدس زد، اما بهتر آن است که با استفاده از فرهنگ لغت معنای درست کلمه را پیدا و سپس آن را در دفترچه لغت معنی کرده و با معادل فارسیش یادداشت کنیم. کلمه ها از آواها یا همان یود تشکیل شده اند. از ترکیب آواهای بی، آ، ان، که کلمه بانک درست می شود. در سوئدی آواهایی وجود دارند که آموختن آنها آسان است، زیرا مشابه آنها را در زبانهای دیگر نیز می توان یافت. اما آواهای مانند او، یی، مخصوصاً او، مثلا در کلمه هوس، خانه، در یک دسته از زبانهای دیگر نیستند. یاد گرفتن این آواها در سوئدی از لحاظ تلفظ ایجاد مشکلاتی می کند. در بخش 8 راجع به آنها توضیح کامل خواهم داد. مشکل دیگر مربوط به الفبا و املاء سوئدی است. الفبا سوئدی در آغاز این دوره خواهید دید معمولا هر حرف آوای مربوط به خود را دارد، ولی این قاعده دارای استثنایی نیز می باشد. بعضی از حروف مانند سی و زتا س تلفظ می شوند. حروف س در بعضی از موارد که تلفظ می شود. اما آواهایی هستند که حرف به خصوصی برای خود ندارند. در نوشتن آنها چند حرف با هم ترکیب می شود. ترکیب دو حرف اس ی و اس کو یی آوایی می سازد شبیه به ش انگلیسی که در درس 8 به طور کامل به آن خواهیم پرداخت. این آوا در ابتدای دو کلمه زیر آمده است. شال به معنی شال، شورتا به معنی پیراهن. نکته: در جنوب سوئد به جای ش خ تلفظ می شود و از جایی که من در جنوب سوئد زندگی می کنم ممکن است بیشتر درس ها را خ تلفظ کنم، مثل خورتا همون پیراهن که به تلفظ استکهلم میشه شورتا. در تلفظ سوئدی دو خصوصیت مهم لنگد کشش بیتونین تایید وجود دارد که نوشته نمی شوند و چون در نوشتن علامت ندارند ممکن است به آنها توجه نشود. در درس 8 این خصوصیت را به طور مفصل خواهید آموخت و با دقت خواندن آن را توصیه می کنم. اکنون به طور مختصر لنگد کشش را توضیح می دهیم. در سوئدی منظور از کشش این است که یک آوا می تواند کشیده یا کوتاه باشد. در کلمه های زیر اولی دارای ای کشیده و دومی دارای ای کوتاه است. سیل، سیل.
در سوئدی تفاوت بین واژه‌های کشیده و کوتاه مخصوصاً در مصوت‌ها، وکال یا همان صدادارها اهمیت بسیار دارد و در اینجا مصوت ای نیز دارای همین خاصیت هست. ضمناً بگوییم که صامت‌ها کنسونانت یا همان بی صداها نیز از این خاصیت برخوردار هستند، مانند مثال قبل. اما ای در کلمه سیل کشیده و در کلمه سیل کوتاه است. در حقیقت این تفاوت تلفظ می باشد، به علت کشیدگی و کوتاهی ای می باشد که در درس 8 بیشتر توضیح خواهیم داد. برای حرف زدن به زبان جدیدی باید دانست چگونه می توان واژه ها را به هم پیوست داد تا جمله ساخت که دارای معنی باشد. دستور زبان قواعد پیوستن کلمات در جمله را امکان پذیر می سازد و شرح این را در درس بعدی خواهید آموخت. یک مقدمه کوتاه بود دوستان. از درس‌های بعدی صفت‌ها، کلمه‌ها و چگونگی ساختن یک جمله رو به شما درس خواهیم داشت. پس یادتون نره ما رو سابسکرایب کنین و در اینستاگرام ما رو فالو کنید. کسایی که میخوان بدونن اینستاگرام ما آدرسش چی هست، بله اینجا میبینید اینستاگرام ما اسمش هست سونسکا پرشیسکا. در پناه خدا باشید.